سلام دوستان، من زهرا گیتی نژاد هستم، مدیر عامل مؤسسه مهر گیتی. کار اصلی ما مدرسه سازیه. امروز ما مراجعه کردیم به سایت IPO که همون سایت مولد سازیه. دیدیم که تعداد زیادی از مدارس خیرساز در فهرست املاک فروش اعلام شده و این جای تعجب داره برای ما. خیرین وقتشون رو، مالشون رو صرف بچه‌های این سرزمین میکنن. اونها مسئول کسری بودجه دولت که نیستن. الان ما اعلام میکنیم که 70% مدارس رو خیرین دارن میسازن و بعد وقتی مواجه بشن با اینکه مدارسشون در لیست فروش قرار گرفته دیگه اعتمادشون سلب میشه. من خواهش میکنم که رئیس سازمان نوسازی یا وزیر آموزش پرورش خیلی واضح و شفاف در مورد این فهرست صحبت کنن تا ما بتونیم جواب قانع کننده‌ای به خیرینمون داشته باشیم.